من امروز نژادم رو در خطر میبینم آیه. من امروز زبانم رو در خطر میبینم. ما امروز محله هایی در رشت داریم که شما خودتون بهتر مستحضر هستید. فرهنگ غیر گیلانی و فرهنگ غیر بومی وارد شده. شما حداقل 40 سال هست که دارید توی این استان زندگی میکنید. هیچ وقت فکر نکنم مردم خودتون رو اینقدر نامهربان دیده باشید. هیچ وقت مردم رشت و مردم گیلان رو این همه خشن دیده باشید. این تأثیر فرهنگ های غیر بومی بر فرهنگ ماست. من میگم گیلان من اگر گیلانه باید گیلک بمانه، باید تالش بمانه. ما اینجا به حد کافی و به اندازه کافی بیکاری داریم، فقر داریم. واقعا نمیتونیم جورکش فقر و بیکاری استانهای دیگه باشیم. خب یقینا طرفی که از اون استان خودش، از خانواده خودش، از زندگی خودش بریده اومده اینجا به دنبال کار آمده، درسته؟ یعنی یک فرصت و یک موقعیت کار رو از کسی که هزاران سال اجدادش توی این استان بودن داره گرفته میشه و در استانهای خودشون هم پذیرای شما نیستن. شما هرگز نمیتونید یک تاجر موفق در تبریز باشید، چون یک تبریزی و یک ترک نیستید. بسیار ما مهمان پذیر هستیم و بسیار مهمان نواز هستیم. این به نظر من دیگه داره خطرناک میشه. اینکه شما از جای خودت بلند بشی و جاتو به مهمانی بدی که میخواد بگسترانه فرهنگ خودش رو، یعنی به چشم مهمان آمده ولی در حقیقت مهمان نیست، این یه مقدار ساده انگاریه و اصلی ترین دلیل ما از این هویت پروری همین. طرف بشناسه خودش رو، بدونه کیه و از کجا داره میاد و اینقدر همه چیزو ساده نبازه. این درد برای ما که داخل اپلیکیشن های فروش دست دوم زمین ها و مناطقی رو و خانه هایی رو و شهرک هایی رو به فروش میذارن و اونجا قید میشه که بدون بومی مزاحم. زمان فروش این قید میشه بدون بومی مزاحم. شاید مخاطب عام شما در برخورد اول با همچین مصاحبه بدون روتوشی بگه دارم به مصاحبه یک آدم نجات پرسته که خودش پانه و شاید خودش تجزیه طلب و از این امثال هم فکر بکنه، ولی فی الواقع شما منو میشناسید و من هم خودم رو میشناسم. واقعا ما به دنبال آن چیزی هستیم که داشتیم و داریم و به دنبال حفظش هستیم و اینکه بیشتر از این از دستش ندیم. امیدوارم به زودی مردم ما آگاه بشن در این مورد، مردم ما بیدار بشن، مردم ما به لزوم حفظ زبان، حفظ زمین و حفظ هویت خودشون پی ببرن. امیدوارم اون روزی رو ببینم که مردم ما دست رد به سینه خریداران غیر بومی زمین‌های خودشون میزنن.